به نام خدا. سلام درود دوستان، امیدوارم که عالی باشید. دوره کندل شناسی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ابتدا توضیحاتی راجع به بازار فارکس و بازار کریپتو تقدیمتون میشه. یه مقداری در مورد ماهیت کندل ها، بازارهای مالی، راجع به انواع نمودارهایی که داریم. بعدش یه مقدار جزئی تر بررسی میکنیم بازار رو و همچنین کندل شناسی رو، و در نهایت در مورد کندل های مهم و کندل های تایید مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم. همچنین نمونه هایی هم توی مارکت تقدیمتون میکنیم که بتونید به صورت ملموستر از بازار و از این آموزش ها استفاده داشته باشید. دوستان ببینید، بازارهای مالی خب از خیلی وقت پیش، از تقریبا بخوایم حالا یه مقدار بروزترش رو در نظر بگیریم، حداقل دیگه از 150 سال پیش یه مقدار امروزی تر شد بازارها، یه مقدار کارآمدتر شد و از حدود سال 2000، حالا بعضی میگن 98، بعضی میگن 99، و حدود سال 2000 میلادی بازارهای مالی در بستر اینترنت پایه‌ریزی شدن. یعنی چی؟ یعنی اومدن به جای اینکه دیگه فیزیکی باشن، مثلا شما بگید حتما توی تالار بورس آمریکا بخواید معامله کنید اون هم تلفنی، نه دیگه اومدن بر حسب اینترنت کار میشد، بر پایه اینترنت کار میشد. خیلی سریعتر من میگم بچه، خیلی گسترده است این بازارها، خیلی در واقع اتفاقات بسیار مهمی توی دنیای مالی، توی اقتصاد کشورها، تو بازارهای مالی میفته، حالا چه فارکس چه کریپتو. اما داریم یه مقدار کلی‌تر میگیم، میخوایم بریم سر وقت بحث کندل شناسی. ببینید دوستان، زمانی که بازار مالی وارد در واقع اینترنت شد، دیگه سبک ها از حالت تلفنی و از حالت اینکه بازارساز بیاد مارکت رو به صورت تلفنی بالا پایین کنه گذشت. خب اومد بر پایه اینترنت. یعنی چی؟ یعنی یه سری سبک ها نیاز بود، چون همه مردم دنیا دیگه دسترسی داشتن به اینترنت خب و به بازار مالی. حالا اون زمان فارکس بود، هنوز کریپتو به وجود نیامده بود، نه بیت کوینی بود نه اتریومی بود، اون زمان فارکس بود. یعنی چی؟ یعنی در واقع بورس کشورهای مهم مثل آمریکا و اروپا و در واقع فلزات مهم، محصولات مهم مثل نفت، طلا، نقره و همینطور پول رایج کشورها، اینا خب توی فارکس بود. از همون سال، حدود سال 2000، چارت ها و نمودارهای خودشون رو به تریدرها نشون میدادن و شما میتونستید معامله کنید. اما خب کم کم کارگزاری ها پیشرفت کردن و تونستن یه مقدار دیتای دقیق‌تر، دیتای درست‌تر و قابل معامله تری برای تریدرها ایجاد کنن و اینها همینجور روز به روز پیشرفت کرد تا همین چند سال پیش که کریپتو به وجود اومد. حالا اول به صورت بیت کوین و بعدش ارزهای دیجیتال و همچنین حالا سایر ارزهای دنیای بلاکچین و سایر کارهایی که میشه توی بلاکچین انجام داد بعداً به وجود اومد. پس در مجموع ما داریم توی یک بازار مالی کار میکنیم که میشه گفت حالا اون وجه اشتراکی که دارن نموداری هستش که ما میتونیم باهاش کار کنیم. حالا یک توضیح کلی هم من اینجا براتون نوشتم. بازار فارکس بچه‌ها ارزهایی هستش که کشورهای مختلف اون رو دارن، یعنی یک دولت، یک حکومت مثل مثلا آلمان، مثل مثلا آمریکا، مثل چین، خب اینها ارزهای خودشون رو، پول رایج کشورشون رو بر مبنای اینترنت و نموداری که میتونن باش نمایش بدن دارن به عرضه میذارن. یعنی جوری که شما بتونی باش معامله کنی، بتونی حالا کم کم سبک خودت، استراتژی خودت پیش بینی کنی آیندهشون رو. اوکی، توی کریپتو ما چی داریم؟ شرکت های خصوصی که ارزهای خودشون رو معرفی کردن. خب تو فارکس دولت ها بودن، خب فلزات مهم بودن، محصولات مهم بودن مثل نفت، مثلا مثل طلا، خب مثل نقره، و همچنین بورس. اینا توی فارکسه، همچنین بورس و کلا پول رایج کشورها. اما توی ارزهای دیجیتال یه سری شرکت ها، خب یه سری افراد، اینا کاملا خصوصی، یعنی هیچ کس هنوز نیومده، هیچ دولتی نیومده. چرا الان مثلا ترامپ داره میاد کم کم میخواد این رو در اختیار خودش بذاره، یعنی میخواد کاری کنه که بگه اصلا کریپتو مال منه، بیت کوین مال منه. همینطور که میبینید مثلا داره مارکت رو دارم کلی جابجا میکنم، ولی در مجموع یک صاحب مشخص، یک مالک مشخص مثل ارزهای دولت‌های مختلف نداره. مثلا الان توی مثلا دلاری که ما میتونیم توی فارکس معامله کنیم، خب مشخص دلار آمریکاست، آمریکا پشتوانه این دلاره. کل پول اروپا میتونید توی چارت ببینیدش، کل پول آمریکاست، ببخشید، میتونید توی چارت ببینید و معامله کنید. اوکی، پس تفاوتشون اینه، اون مال دولت هاست فارکس معمولا، به غیر از حالا فلزات،
که جهانی همه کشورها توی مثلا طلا سرمایه گذاری میکنن و کشورهای مختلفی پشتوانش هستن و کریپتو برای یک سری شرکت خصوصی، یک سری افراد خصوصی. پس قاعدتا پولی که این وسط هستش توی کریپتو کمتره و ارزشش کمتره. اوکی؟ خب حالا این تفاوت هاشون بود بچه‌ها. حالا یه سری دیگه تفاوت ها من براتون نوشتم. قدیمی تر بودن بازار فارکس، پول بیشتری که داخلش هستش و همین چیزایی بودن که تا الان راجبشون صحبت کردیم. این تفاوت رو بچه‌ها باید بدونید. خب این تفاوتی که وجود داره رو باید اطلاع داشته باشید، چون توی کار باش نیاز داره. مثلا ما می‌خوایم الان فارکس رو ترید بزنیم و می‌خوایم کریپتو رو ترید بزنیم، از نظر ماهیتی یه مقدار باید اینا رو بشناسید. نکته بعدی که خیلی مهمه بچه‌ها اینه که شما بدونید تفاوتی که از نظر معامله کردن و ترید کردن هست خب بین فارکس و کریپتو. ما توی فارکس خب کارگزاری هایی داریم که به ما دیتا میدن، نمودار میدن، مثل همین کارگزاری بورس خودمون. خب یه سری نمودارها در اختیار ما قرار میدن، یه سری پلتفرم ها که بتونیم توش معامله کنیم. اوکی؟ این نمودارها و پلتفرم ها توی فارکس خب از طریق سایت هایی به ما ارائه میشه که اسمشون بروکره. بهش میگیم بروکر. اوکی؟ اصطلاحاً بهش میگیم همون کارگزاری ها، ولی بروکرها کارگزاری هایی هستن که دیتای فارکس در اختیار ما میذارن. خب در کنار اون ما کریپتو رو داریم. خب همون کارگزاری ها هستن، حالا نه همون شرکت ها، یعنی منظورم همون کارگزاری هایی هست که به ما دیتا میدن، اما این کارگزاری ها این دفعه توی کریپتو میان دیتای دقیق‌تری از ارزهای دیجیتال به ما میدن. بهش میگیم صرافی. خب اینا اصطلاحاً بچه‌ها یعنی همشون کارگزاری هستن، چه در فارکس چه در کریپتو همه کارگزاری هستن، یعنی همشون اسمشون کارگزاریه. خب اما اونایی که به ما دیتای کریپتو میدن بهش میگیم صرافی اصطلاحاً. اونایی که به ما دیتای فارکس میدن، ارزهای کشورهای مختلف، نفت، سهام کشورهای مختلف، خب بهشون میگیم بروکر. پس بروکر برای فارکس، هر جا خاصی مثلا ثبت نامی انجام بدی تو اینترنت سرچ می‌کنی بروکر خوب مثلا برای ما ایرانی‌ها برای فارکس. اوکی؟ اگه خواستی کریپتو کار کنی میزنی صرافی خوب برای ما ایرانی‌ها مثلا در ارزهای دیجیتال. همون صرافی هم بنویسی اوکی هستش، یا همون بروکر هم برای فارکس بنویسی اوکی. این میشه گفت تفاوت اصلی هستش که باید بدونید. خب یعنی چی بچه‌ها این موضوع؟ یعنی من اگر بخوام توی فارکس از در واقع یک دیتای درست استفاده کنم، کمیسیون کمتری به اون کارگزاری بدم، باید از بروکرها استفاده کنم. اگه بخوام توی ارزهای دیجیتال یک ارز دیجیتال رو خب مثل اتریوم مثلا، مثل بیت کوین مثلا ترید بزنم، خب برای اینکه بتونم راحت تر معامله کنم، کمیسیون کمتری بدم، دیتای دقیق‌تری داشته باشم، از صرافی‌ها استفاده میکنم. این میشه گفت مهمترین تفاوت این دو تاست. خب صرافی خوبم اگه بخوایم اسم ببریم صرافی XT، یه مدتی داریم باش کار میکنیم، صرافی خوبیه واقعا و میتونید ازش استفاده کنید. با ایرانی خدمات میده، به ایرانی کار میکنه، با کارت ملیتون میتونید احراز هویت کنید، هیچ مشکلی با ما نداره و صرافی خوبیه. دقتش بالا، فکر میکنم الان رتبه 6 کوین مارکت کپ باشه. توی فارکس بروکرهای خوب مثل کاپیتال اکستند هستن، مثل ای مارکتس یا ای پلنت. این سه تا بروکر خوب هستن که برای فارکس میتونید از اونها استفاده کنید.